بیا نام کرار را به خاطر بسپار. لئوپارد آلمان، آبرامز امریکا، تی-90 روسیه، لکلرک فرانسه و چالنجر انگلیس به‌روزترین تانک‌های دنیا بودند. حالا نامی دیگر را به این نام‌ها اضافه کن: کرار. استراتژیک که بسیاری از ویژگی‌هایش از تانک‌های پیشرفته دنیا یک گام فراتر است. قدرت آتش کرار، سامانه مدیریت رزم کرار و سیستم اتوماتیک بارگذاری آن بی‌نظیر است. این سخن کارشناسان نظامی است که 3 سال برای طراحی آن وقت گذاشتند. تانک‌های ما با حفاظت زرهی بالا، قدرت آتش مثال زدنی و تحرک پذیری شگرفی که دارند، می توانند رزمنده قدر قدرتی در میدان رزم باشند. می توانند معادلات رزم را برهم زنند. متخصصان و طراحان ایرانی در رشته‌های الکترونیک، اپتیک، موتور، مکانیک، مخابرات، سلاح و نرم افزار بیش از 3 میلیون نفر ساعت چشم روی چشم نگذاشتند و کرار را ساختند. 300 شرکت، پژوهشکده، دانشگاه و صنعت خالق کرار شدند. تانک ایرانی ما از نظر ارتفاع کوتاه‌ترین تانک دنیاست. چابکی آن در هر شرایط جغرافیایی دیدنی است، در گودال‌ها، رودخانه‌ها و سنگلاخ‌ها. کرار در عمق آب هم حرکت می‌کند، عمقی بیش از 5 متر. سیستم کنترل آتش آن دقیق است. سامانه لیزری در شناسایی و رهگیری هدف دارد. تانکی است که با اهداف متحرک حتی با سرعت بالا درگیر می شود. کرار تیربارچی قهاری است، چرا که اتوماسیون تیربار آن شگفت‌انگیز است. تمام سیستم‌های به کار رفته در آن دیجیتال و سیستم دید در شب حرارتی آن نیز حرفی برای گفتن دارد. یکی از قابلیت‌های مهم تانک کاملا ایرانی ما سیستم پرتاب موشک هدایت شونده لیزری آن است، با موشک‌های پرقدرت تندر. هر هدفی را که نگاه می‌کند چشم از آن بر نمی‌دارد تا هدف نابود شود. سامانه کنترل آتش آن الکترواپتیکی است و سامانه فاصله یابش لیزری است. کرار حفاظ زرهیش بسیار مقاوم است و با سامانه استتاری که دارد در برابر انواع سلاح‌های ضد زره زنده می‌ماند. نماد اقتدار ایران اسلامی است و به تولید انبوه رسیده.